سامان میگم با عرق خوبه چی بریم چند تا؟ 5-6 تا گیریم شما آماده 5-6 تا چشم از اول میگیری؟ نه مو خوبه مو نکنه این همجوری میخوای پخشش کنی بله باش فوتبالیست نمیشدی چی کاره میشدی؟ فوتبالیست نمیشدم والا شغل دومم مشاور املاکه. فوتبالیست اگه نمیشدم دوباره فوتبالیست میشدم. زندگی ما بیشترا کلا تو فوتبال میشه. دوست ندارم غیر اون چیز دیگه برم سمتش. خوش تیپ ترین بازیکن داماش. یه نفر داریم برند امیرحسین دهقان. خیلی میگه من برندم. آره میگه من برندم. محمد آقا غلامی از خوباست. فکر میکنم آقای محمد طالبی. امیرحسین دهقان. محمد غلامی. سامان هم خوش تیپ خوش قیافه است خوش تیپ نیست. فکر نکرده بودم تا حالا بهش. فکر کنی بخوای بری مسافرت کدوم بازیکن داماش رو با خودت نمیبری؟ امیرحسین دهقان. چرا؟ تخسه به نظر من. کسی که بگم طالب سوالات من جوابی نداره. بد تیپ ترین بازیکن داماش. بچیب نداریم. مسعود نوری خیلی از بقیه بیشتر. کسی نیستش ندیدم. نداریم والا. چی بگم همه خوبم بچه. خودم از همه بد تیپ ترم. بد تیپ ترین تو بگو. محمد طالبی. نه شوخی کردم. پژمان. بچه‌ها همه خوش تیپن. حالا یه نفر هست مثلا آرمان شکوری هست حالا زیاد تیپش درست روی نیست. کدوم بازیکن تو گوشی تره؟ بیشتر سرش تو گوشیه. محمد طالبی. خودم 3 تا کلمه میگم باهاش جمله بسازی. توپ، شعله زرد، فیفا. توپ که عشق. داماش، سبزی پلو با ماهی، عید نوروز. شرفت آب معدنی، میکروفون، محمد غلامی. عید نوروز بریم داماش سبزی پلو با ماهی بخوریم. اون یکی چی بود؟ داشتم فیفا بازی میکردم با توپ زدم شعله زرد ریخت. با مدنی جلوی میکروفون محمد غلامی رد شدم. دیگه نمیدونم چی بگم. شادی گل به خصوصی داری؟ کریستیانو رونالدو. میتونی انجام بدی؟ نه دیگه شادی گل به خصوص نه چون زیاد گل نمیزنه. این شکلیه. یا شکموترین بازیکن داماش. خودم. خودتی؟ هر کی میاد چرا میگه خودم؟ خب من خودمو میتونم بگم مسعود نوری و سیامک هم هستن. من خودم احساس می‌کنم شگرفته. خودم سیامک علیزاده. درخشان ترین خاطره فوتبالی سال 1400. درخشان ترین فکر میکنم همین صعود ما به مرحله اول تیم داماش به نظر من خیلی خوب بود. درخشان بود برای من. اینکه داماش دوباره احیا شد و دور اول اومدیم بالا برای من خیلی خوب بود و امیدوارم که همینجوری ادامه پیدا کنه و 1401 تیم لیگ 2 بازی کنه. صعودمون از مرحله یک لیگ 3. کدوم بازیکن از همه بازیگوشتره تو تمرین؟ بازیگوشتر مهرام دامادی. شوخترین بازیکن داماش؟ سعید طالبی. سعید طالبی. شوخترینم بچه‌ها چجوری بگم سعید طالبی خورده بعضی موقع تیکه‌های خوبی میندازه وسط تمرین و این چیزا. شبیه کدوم بازیکن معروفی؟
رونالدو شبیه رونالدو. به نظر خودم حالا چند نفر اعتماد به نفس خدا رو شکالی. باورم نمیشه مهراب دامادی گفت خیلی خوشحالم. فکر کنید توی جزیره گیر کردین با 2 تا از بچهای داماش. اون 2 نفر کیان؟ محمد طالبی، یه دونه مهدا غلامی. محمد غلامی و با محسن پسندیده. مرگان که 100% است. سامان فرزانپور، محمد آقا غلامی. رویای فوتبالیتون چیه؟ رویای فوتبالی خب هر فوتبالیستی دوست داره به پیرهن تیم ملی رو بپوشه. منم خود رویام همین. دوست دارم با تیم داماش بیایم به لیگ 2 کنار بچه‌ها تجربه کسب کنیم، هممون بتونیم یه سال خوبی رو کنار هم داشته باشیم، چون حیفه واقعا. همه طرفدارا اینو دوست دارن، ما هم دوست داریم، چون من اینجا پرورش پیدا کردم. دوست دارم که تیم خودم اون بالا باشه همیشه.